آثار خواندن آیت الکرسی. این داستان در یکی از کشورهای اسلامی رخ داد. مادری هر شب قبل از خواب آیت الکرسی را بر فرزندش می‌خواند و او را به خدا می‌سپرد. یک شب خانه آنها به دلیل اتصال برق دچار آتش سوزی شد. همه اعضای خانواده از خواب بیدار شدند و سراسیمه فرار کردند، اما ناگهان مادر متوجه شد که کودک خردسالش هنوز در اتاق خواب است و آتش اطراف آن را فرا گرفته است. مادر با گریه و فریاد از همسایه‌ها کمک خواست، اما شدت آتش به حدی بود که کسی جرأت نزدیک شدن نداشت. وقتی آتش‌نشان رسیدند، با شگفتی دیدند که کودک سالم و بدون هیچ آسیبی در گوشه‌ای از اتاق نشسته است، در حالی که آتش اطراف او شعله‌ور بود، اما به او نزدیک نمی‌شد. مادر با گریه گفت: من هر شب قبل از خواب آیت الکرسی را برای فرزندم می‌خواندم. آیا این همان حفاظتی نیست که خدا وعده داده است؟ یکی از آتش‌نشانان که این صحنه را دیده بود گفت: در تمام دوران کاریم چنین چیزی ندیده بودم. مثل این بود که نیروی نامری از این کودک محافظت می‌کرد. پیامبر اکرم علیه السلام در احادیث متعددی به فضائل و آثار آیت الکرسی اشاره کردند. در اینجا چند حدیث مهم از ایشان آورده شده است. یک، بالاترین آیه قرآن، رسول خدا علیه السلام فرمودند: آیا می‌خواهید بزرگترین آیه‌ای را که در قرآن نازل شده است به شما یاد دهم؟ سپس آیت الکرسی را تلاوت کردند و فرمودند: اگر کسی آن را بخواند، خداوند او را حفظ خواهد کرد و از هر بلایی در امان خواهد بود. بهارالانوار جلد 92 صفحه 262 ورود به بهشت. پیامبر علیه السلام فرمودند: هر کس بعد از هر نماز واجب آیت الکرسی را بخواند، چیزی جز مرگ او را از ورود به بهشت باز نمی‌دارد. ثواب الاعمال صفحه 100. 3. حفاظت در برابر شیطان. پیامبر علیه السلام فرمودند: شیطان از خانه‌ای که در آن آیت الکرسی خوانده شود فرار می‌کند. کنز الامال حدیث 22972. 4. ایمنی در سفر و زندگی. ایشان فرمودند: هر کس هنگام خروج از خانه آیت الکرسی بخواند، 70,000 فرشته او را همراهی می‌کنند و تا بازگشت در امان خواهد بود.